بسم الله الرحمن الرحیم. چرا قرآن کریم کلام خداوند است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. حامیم، سوگند به این کتاب روشنگر، براستی ما آن را در شبی پربرکت نازل کردیم. یقینا ما همواره بیم دهنده بوده ایم. در آن شب هر کار استواری به اراده خدا فیصله می‌یابد. دوستای عزیز، ما چند روز پیش ماه مبارک رمضان را وداع گفتیم. خداوند طاعات و عبادات همه ما شما را قبول کنم. ماه مبارک رمضان ماهی است که در او قرآن کریم نازل شده و دقیقاً در شب قدر یا لیلة القدر که در یکی از شبهای دهه اخیر ماه مبارک رمضان است. خداوند در این مورد می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماه رمضان آن است که فرو فرستاده شد در آن قرآن که هدایت است به مردم و دلیل‌های روشن از راهنمایی و امتیاز حق و باطل. و همین قسم پروردگار متعال در سوره مبارکه القدر می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. بدون شک ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. تو چی میدانی که شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از 1000 ماه است. قرآن کریم کتاب الهی است و آخرین کتاب الهی که هیچ تغییر و تحریف و دستبردی در او صورت نگرفته و هیچ کسی نتانسته و نمیتانه هیچ آیه از او را تغییر بده و هیچ دگرگونی در او وارد بسازه، برعکس کتب آسمانی دیگه. ای که قرآن کریم کتاب الهی است، دلیل ما خود قرآن کریم است. خود قرآن کریم دلیل بر است که این کتاب پروردگار است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما قسمی که وقتی از شما کسی پرسان میکنه که در روز روشن آیا آفتاب وجود داره، میگین بله. میگه دلیل چیست؟ میگین که دلیلم خود وجود آفتاب. آیا نمیبینی که آفتاب وجود داره و میتابه؟ به می قسم قرآن کریم هم خودش دلیل اثبات از این موضوع است که کلام الهی است. ولی بر ازی که ما در مقابل ملحدین دلایل ارائه کنیم، گرچه اونها هیچ نوع دلیل را قبول نمیکنن و از تعنت و تکبر کار میگیرن، و همین قسم یک دستاویزی و دلیل برای مسلمان های داشته باشیم که در برابر این ملحدین قرار میگیرن و با اونا بحث و مباحثه میکنن. بنابراین ما دلایل ای که قرآن کریم کلام الهی است را در اینجا برای شما میشماریم و با تحلیل و بررسی میگیریم. این دلایل یکی اعتراف خود دشمنان اسلام در صدر اسلام است که بزرگترین دشمنان اسلام با وجود از این که با قرآن، با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و با خدا مخالفت و دشمنی میکردن، اعتراف کردند و مجبور به اعتراف شدند که قرآن کلام خداوند است، کلام بشر نیست. دوم، چالش با قاطعیت قرآن کریم. قرآن کریم با قاطعیت چالش میته و دشمنان خود را به مبارزه فرا میخوانه و میگه که این کلام الهی است، من کلام الهی استم. شما اگر میگین که کلام الهی نیست، مثل یک آیتش، مثل یک سورش، مثل 10 آیتش بسازین. و باز با قاطعیت میگه که شما هرگز این کار کردن نمیتونین، شما هرگز ساختن نمیتونین. سوم، خبر دادن از وقایعی است که در آینده واقع میشن و قرآن کریم خبر داده که این قسم میشه و بعد همون قسم شده.
این وقایع را باز ما مثالهایش براتون میاریم. درست است ممکن است در دنیا کسایی بوده باشند که بعض وقایع را پیش بینی میکنن ولی از 1000 گپشون یک گپشون راست نمیبراید، ولی حقایقی را که قرآن کریم، حقایق تاریخی را که قرآن کریم پیش بینی کرده بعداً سر تا پا درست از آب در آمده و هیچ غلطی و اشتباهی در او وجود نداشته. چهارم، مسائل ساینسی است. در قرآن کریم اشارات علمی و ساینسی زیادی وجود داره. قرآن کریم کتاب ساینس و تکنولوژی و تاریخ و جغرافیا و غیره نیست، ولی از آنجایی که کتاب الهی است و پروردگار به تمام مخلوقات خود علم کامل داره، بنابراین اشاراتی در قرآن کریم وجود داره که این 1400 سال پیش بیان شده. 1400 سال پیش وقتی که قرآن کریم به زمین نازل شده، این اشارات علمی و ساینسی در او وجود داشته، در همه موضوعات از قبیل آسمان، زمین، کوها، مراحل تطور جنین در شکم مادر و غیره، که حال در این عصر تکنولوژی و علم و پیشرفت دانشمندا او را کشف کردن. وقتی بر از اونا گفته میشه که این چیزها را قرآن کریم پیش از 2400 سال پیش گفته، حیران میشن و بسیاری هایشان اسلام آوردن که بعدا ما مثالهایش را براتون ارائه میکنیم. و دیگه حفاظ قرآن کریم، کثرت حفاظ قرآن کریم است. از همو ابتدای طلوع آفتاب اسلام تا امروز و تا قیام قیامت میلیون ها حافظ قرآن وجود داشتن و از این به بعد هم می داشته باشند. امیال در امی عصر حاضر ما، در عصری که مسلمان ها در حالت انحطاط و بیچارگی قرار دارند، میلیون ها حافظ قرآن در کشورهای اسلامی وجود دارند که بعدا ما براتون شرح میکنیم. و این خود دلیل عزیز است که قرآن کلام الهی است، بر از اینکه پروردگار وعده داده و گفته که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را نازل کردیم و ما او را حفظ میکنیم. اینمی حفظ پروردگار است که این سینه به سینه به سینه های عاشقاش حفظ کرده که هیچ کسی نتونسته یک تغییر در او بیاره، بر از اینکه این کاملا محفوظ و مطمئن عصر به عصر به عصور بعدی منتقل شده. از زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گرفته تا زمان ما و تا آینده هم همین قسم می باشه. شما هیچ دینی را نمی بینین، چی دین آسمانی و چی دین بشری، که اتباعش کتابهای دینی خود را حفظ کرده باشن یا حتی یک بخش کوچکش حفظ کرده باشن. شما هیچ مسیحی را نمیافین، هیچ یهودی را، هیچ هندو را نمیافین که کتاب خود را حفظ کرده باشه یا یک بخش از او را. اما قرآن کریم را مسلمان ها با میلیون ها مسلمان ای را حفظ کردن و تا قیام قیامت هم این سلسله ادامه داره. شما وقتی که تمام تاریخ بشریت بپالین، هیچ کتابی را نمیافین. همون قسمی که پیشتر گفتیم، چه کتاب آسمانی، چه کتاب زمینی، چه کتاب شعر، چه کتاب علمی، چه کتاب طبی، چه کتاب دیگه، هیچ کتابی را نمیافین که میلیون ها نفر او را حفظ کنن، میلیون ها نفر با او عشق بورزن. اگر نه برای حافظای قرآن از نگاه مادی چی فایده میرسه ای که قرآن را حفظ کنن؟ این امو حفظی است که خداوند این کتاب را، کتاب متبرک خدا، مبارک خدا، کتاب تحریف ناشده خود را این عزت بخشیده که در قلب‌های، در سینه‌های میلیون ها انسان ایجاد داره. پس این خودش دلیل عقلی بسیار قوی است، مبنی بر این که این کتاب پروردگار است، کتاب بشر نیست. و دیگه از جمله دلایل همون قسمی که پیشتر گفتیم، اعتراف دانشمندای غربی است. دانشمندای غربی وقتی که حقایق قرآنی را، حقایق ساینسی را که قرآن 1400 سال پیش بیان کرده و اینا حال او را کشف میکنن، وقتی با این حقایق روبرو میشن، برشان گفته میشه که این حقایق در قرآن پیش از شما گفته شده و وجود داره، در اون وقت تعجب میکنن و میگن که این ناممکن است که 1400 سال پیش این را یک بشر گفته باشه که در اون وقت این مسائل هیچ نمیفهمیدن. پس این معلوم میشه که این کلام بشر نیست، کلام خداوند است و این را خدا نازل کرده و ما مثال هایش باز براتون تشریح میکنیم.
پس بیاین ما و شما اول از اعترافات دشمنان اسلام در صدر اسلام آغاز میکنیم. وقتی که آفتاب تابان اسلام به طلوع آغاز کرد، سران و قلدران خونخوار قریش با این دین راه دشمنی را در پیش گرفتند. با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و با دعوتش اذیت و آزارش شروع کردند و اذیت و آزار و تعذیب اصحاب کرام، حتی بعضی از اصحاب کرام کشتند. و هرچه که اینها تعذیب میکردن، اذیت میکردن، دشمنی میکردن، مقاطعه اقتصادی میکردن، هر راهی را که در پیش گرفتن که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را مانع از دعوت مبارک شوند، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پاسخشان امو یک پاسخ بسیار قاطع بود که با کاکایشان که از طرف مشرکین قریش برش پیغام روان شده بود که با او گپ بزنه، با کاکایشان گفتن که ای کاکا، به خدا قسم اگر آفتاب را در این دستم بگذارد، در دست راستم بگذارن، مهتاب را در دست چپم، که از این دعوت دست بردارم، هرگز دست نمیوردارم. این وضع همچنان ادامه داشت. اصرار و پافشاری کفار قریش بر اذیت و آزار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و اصحاب کرامش و حتی قتل و کشتار اونها و اصرار و پافشاری و استقامت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر دعوت مبارکشان، اسلام روز تا روز قوت می گرفت، مخصوصا بعد از اینکه کاکای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت حمزه به دین مبارک اسلام مشرف شد. در اینجا بود که مشرکین احساس ترس و وحشت کردند و روزی که تعدادی از اونها در صحن کعبه مشرفه نشسته بودند و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم در گوشه، عتبه ابن ربیعه که یکی از سران قریش بود به دیگرها گفت که آیا میخواین من برم امرای محمد صحبت کنم و برش پیشنهادهای کنم که اگر قبول کنه از این دعوت خود دست برداره؟ گفتند برو امرایش صحبت کو. عتبه آمد و به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نشست و گفت که ای برادرزاده، تو در نزد ما مقام و منزلت زیادی داری و همین قسم از دیدگاه نسب در نزد ما مکرم و معزز هستی، اما تو یک دینی را آوردی که توسط از او در بین قوم تفرقه انداختی. تو خدایانشان را و بتهایشان را بدگویی و عیبجویی میکنی و رایشان را باطل میدانی و آرا و افکارشان را نادرست قلمداد میکنی و همین قسم گذشته هایشان را، آبا و اجدادشان را تکفیر میکنی. من بر تو پیشنهادهایی میکنم که اگر قبول کنی ما اینها را بر تو آماده میسازیم و تو از این دعوت دست بردار. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند ابوالولید بگو میشنوم. گفت که ای برادرزاده، اگر منظور تو از این دعوت ای باشه که پیشوا و سردار ما شوی، ما تو را پیشوای خود مقرر میکنیم و هیچ کاری را بدون امر تو و بدون مشوره با تو پیش نمیبریم. و اگر منظورت مال و دارایی باشه، به اندازه مال و دارایی جمع میکنیم که از همه ما ثروتمندتر شوی. و اگر منظورت پادشاهی باشه، ما تو را پادشاه خود مقرر میکنیم. و اگر این یک تکلیف روحی باشه که برات پیدا شده باشه، در اون صورت ما بهترین طبیب ها را بر تداوی تو میاریم. وقتی که عتبه ای گپایش تمام کرد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند ابوالولید گپای تمام شد؟ گفت بله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شروع کردند به تلاوت این آیات متبرکه از سوره مبارکه از سجده یا فصلت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. حامیم فرو فرستاده شده است از جانب خدایی که بی حد مهربان نهایت با رحم است. کتابی است جدا کرده شده آیاتش، در حالی که قرآن عربی است برای قومی که میدانند. مژده دهنده و ترساننده. پس اعراض کردند اکثر ایشان، پس ایشان نمیشنوند و گفتند دلهای ما در پرده هاست از آنچه میخوانی ما را به سوی آن، و در گوش های ما گرانی است و میان ما و میان تو حجابی است. پس بکن کار خود را، بدون شک ما کنندگان کار خودیم. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این آیات متبرکه را تلاوت میکردند،
عتبه ابن ربیعه یا ابوالولید به دقت گوش میداد. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به آیت سجده از این سوره مبارکه رسیدن، سجده کردند و بعد از اتمام سجدهشان گفتند که ابوالولید شنیدی چیزی را که برات خواندم؟ گفت که بله شنیدم. گفتند که حال تو میدانی و این آیات. ابوالولید به نزد قومش بازگشت. وقتی که او را دیدند یکی به دیگه گفتند که به خدا قسم ابوالولید با چهره‌ای که رفته بود برنگشته، چهرهش تغییر کرده، رنگش تغییر کرده و در روحیش دگرگونی دیده میشه. وقتی که نزدیک شد گفتند که ابوالولید بیا ببینیم که چی آوردی. گفت که به خدا قسم ما یک حرفی را شنیدم، چیزهایی را شنیدم که مثل از او را هرگز نشنیدیم. او نه شعر است، نه سحر و جادوست، نه سخن کاهناست. ای گروه قریش از من اطاعت کنین و او را به من بگذارین و بین این شخص و دعوتش و بین مردم حائل واقع نشین. به خدا قسم این سخنی که این میگه دارای یک پژواک و انعکاس عظیمی خواد بود و ثمره بزرگی به دنبال خواد داشت. اینها گفتند که ابوالولید محمد با سخنان خود، با زبان خود تو را سحر کرده. گفت که اینمی نظر ما در مورد محمد و دعوتش است، باقی خود شما میدانین. یک مورد دیگه ای که ولید ابن مغیره از سران قریش و از بزرگانشان و از ریش‌سفیدانشان بلکه ریش‌سفیدتر از همه بود و همه ای را احترام میکردند. از دیدگاه نسب هم بسیار نسب عالی داشت و از دیدگاه فهم و دانش به اصطلاح و از جمله حکمایشان به شمار می رفت و از اشعار عرب از همه بیشتر اشعار عرب می دانست و اشعار جن و انصاب عرب خلاصه از همه برتر بود، هم در مال و دارایی و فرزند و هم در علم و دانش و فهم و هم در احترامی که در بینشان داشت. به حدی را احترام میکردن که ایره ریحانت و قریش میگفتن، یعنی گل خوشبوی قریش. و همین قسم ای را وحید میگفتن برای که یگانه فرزند پدر و مادرش بود، یا وحید به این معنا که فرد یگانه در بین قریش بود که نظیر نداشت و از همین سبب هم ای را عدل هم میگفتن. عدل به معنی برابر، به این معنا که ای خود را از هر ناحیه برابر با کل قریش میدانست و کل قریش هم ای را برابر با خود میدانستند، یعنی یک طرف قریش و یک طرف به تنهایی ای. از همین سبب بود که یک سال کل قریش پوشش کعبه را عوض میکردن و یک سال هم ای به تنهایی خود ای کار انجام میداد. به هر حال ای یک روز از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آیات چند را شنید و سرش تأثیر کرد. رفت نزد قوم خود و اقرار کرد و گفت که والله لقد سمعت منه کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن و این له لحلاوة و این علیه لطلاوة و این اعلاه لمثمر و این اسفله لمغدق و اینه لیعلو ولا یعلى علیه و ما یقول هذا بشر. گفت که به خدا سوگند از محمد سخنی را شنیدم که از سخنان انس و از سخنان جن نیست و این سخنان از یعنی آیاتی که تلاوت میکنه دارای حلاوت و شیرینی است و دارای زیب و زینت و درخشش است و این مثل یک درختی است که شاخه‌هاش پر از ثمر است و ریشه‌هاش در زمین مستحکم است و این برترین سخن است و بالا و برتر از این سخنی وجود نداره و این قسم سخن را بشر گفتن نمیتونه. قریش گفتن سبع الولید، یعنی ولید سبعی شده، یعنی به دین محمد صلی الله علیه وسلم داخل شده. ابو جهل گفت که من امراش گپ میزنم. رفت با چهره غمگین در نزد ولید نشست. ولید گفت که برادر زاده چرا غمگین هستی؟ گفت چرا غمگین نباشم؟ قوم نمی قریش که در اینجا هستن بر تو مال جمع کردن، پولی جمع کردن، میخوان بر بتن برای که توری سفید هستی و میری در نزد محمد و ابن ابی قحافه یعنی ابوبکر صدیق می نشینی و پس مانده غذای از اونا را میخوری و بعد قول محمد تصدیق میکنی و میگی که دارای زیب و زینت است. اینجا ولید قهر شد، گفت که به خدا قسم قریش میدانه که من از کلشان کده سرمایه‌دارتر هستم. ابو جهل گفت خی تو یک سخنی بگو که مردم بفهمن که تو از سخنان محمد بدت میایه و گپای از او را تصدیق نکردی. گفت چی بگویم؟ شما گمان میکنین، خطاب به قریش گفت که شما گمان میکنین که محمد مجنون است، دیوانه است؟ آیا گاهی از او دیدین که حالت جنون برش پیش شده باشه، اختناق و غیره؟ گفتن نه به خدا. گفت که گمان میکنین که او شاعر است؟ آیا شنیدین گاهی شعری گفته باشه؟ گفتن نه به خدا. گفت که گمان میکنین که او کذاب است؟ آیا گاهی در عمر از او دروغی شنیدین؟ گفتن نه به خدا. در اینجا لازم است یک جمله معترضه را بگوییم و اویی که امی قریشی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را بعد از بعثتش تکذیب کردن
همی قریش پیش از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را از صادق الامین می گفتند، یعنی راستگوی امانتکار. و به می ترتیب ولید قریش مخاطب قرار داده و گفت که شما میگین که کاهن است، آیا گاهی شنیدین که مثل کاهنا و فالبینا حرف زده باشه، سج از اونا را، زمزمه از اونا را تکرار کرده باشه؟ گفتند که نه به خدا. به می ترتیب در یک موقعیت دیگه هم ولید ابن مغیره همین قسم یک موقف گرفته بود و او عبارت از این بود که وقت زمان حج فرا رسید، وقت زمان حج می شد، اعراب از هر طرف می آمدن به زیارت خانه خدا. در اینجا ولید قریش جمع کرد و گفت که زمان حج فرا رسیده و مردم از هر گوشه و کنار می آین و اونا شنیدن که اینمی قسم یک شخص در بین شما پیدا شده که یک دین جدید آورده، پس شما سخنان خود را در مورد از او یکی بسازین، تو نشو که یکی یک گپ بگوین، دیگه تون دیگه گپ بگوین و یکی دیگری را تکذیب کنین. گفتن که ابو عبدالشمس، ای ابو عبدالشمس هم یکی از القاب از او بود. گفتن ابو عبدالشمس چی بگویم؟ گفت که شما بگوین من میشنوم. گفتن که ما ای را کاهن میگیم. گفت که نه به خدا او کاهن نیست، برای اینکه ما کاهنا را دیدیم، سخنان از این مثل زمزمه کاهنا و سجشان نیست، مثل فالبینی از اونا نیست. گفتن که پس میگیم که این مجنون است، دیوانه است. گفت که نه او دیوانه هم نیست، برای اینکه ما جنون دیدیم، خصایص جنون میشناسیم و دیوانه ها را حالت اختناقی که در اونا دست میته و حالت بیخودی که در اونا دست میته، این چیزا را ما دیدیم و میفهمیم و گپای از این حالتش مثل حالت مجنون و دیوانه ها نیست. گفتن که میگیم که شاعر است. گفت نه این شاعر هم نیست، برای اینکه ما شعر کلش هم میفهمیم، رجزش، هزجش، قدیزش، مقبوزش، مبسوطش، اینا نامهای بحرهای شعر است که در عربی وجود دارن، در فارسی هم بعضی از اینا موجود هستند. گفت که پس سخنان از این شعر هم نیست. گفتند پس میگیم این جادوگر است. گفت که نه جادوگر هم نیست، ما جادوگرها را دیدیم، سحرهایشان را دیدیم. این گپایی که این میگه مانند دمیدن جادوگرها در تارها نیست. جادوگرها تارها را بسته میکردن و با او جادو میکردن و میخواندن. گفت که گپای از این مثل کف و چوف جادوگرها هم نیست. گفتن که پس چی بگویم ابو عبدالشمس؟ گفت که به خدا قسم به سخن از یک شیرینی و حلاوت است و این مثل یک درخت خرماست که شاخه هایش پر از ثمر است و ریشه های سیراب و به زمین دویده و مستحکم. و هرچی که شما از این گپا بگوین و از این نسبت ها به او بتن، مردمی که میشنوان این گپای شما را میفهمن که شما دروغ میگین و این گپایتان باطل است و این گپای شما تاثیر نمیکنه و جایی را نمیگیره. ولی برای که مردم فریب بخورن بهتر است بگوین که این جادوگر است، برای که همون قسمی که جادوگر در بین مردم تفرقه مندازه، دین ازی هم در بین قومش تفرقه انداخته و اینها پیش از اینکه او مردم اعراب قبایل عربی برسن به مکه برسن، اینا رهزنی میکردن، پیش از پیش میدویدن، پیش روی از اونا میرفتن و میگفتن که گپای محمد نشنوین که او جادوگر است. برای که اینا میترسیدن که اگر او قبایل عربی که میاین با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روبرو شوند و قرآن کریم را بشنوند، تحت تاثیر بلاغت و فصاحت و راستی و حقایق قرآنی قرار میگیرن و ایمان میارن. چنانچه بسیاری از اصحاب کرام وقتی که در مکه مکرمه می آمدن و دارای فصاحت و بلاغت هم بودن، وقتی قرآن کریم را میشنیدن تحت تاثیر اعجازش، بلاغتش، فصاحتش و حقایقش قرار می گرفتن و ایمان می آوردن، می فهمیدن که این کلام بشر نیست، کلام خداوند است. به طور مثال یکی از اصحاب کرام که رئیس قبیله خود هم بود، عمرو بن طفیل نام داشت، ای بسیار زیاد فصیح و بلیغ هم بود و از بس که قریش تبلیغات کرده بودن، ای به گوشهای خود پخته مانده بود. در مکه مکرمه وقتی که آمده بود به گوشهایش پخته مانده بود که قرآن کریم را نشنوه، ولی بالاخره شنید و مجردی که شنید تحت تاثیر قرآن و اعجاز و بلاغت و فصاحتش قرار گرفت و ایمان آورد. و این مشرکینی که ولید برشان را نشان داد هم عمیق قسم روش را در پیش میگرفتند، میرفتند پیش از اینکه قبایل عربی برسن رهزنی میکردن و با اونا ملاقات میکردن و میگفتن که با گپای محمد و قرآنش
گوش نتین، بر از اینکه گپاش درست نیست، بر از اینکه میترسیدن که اگر اونا بیان و بشنون فوراً ایمان میارن. و از همین جسته که قرآن کریم میگه که وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. و گفتن کسایی که کافر شدن نشنوین این قرآن را و وقتی که تلاوتش را میشنوین شما هیاهو را بندازین و له لعب بگوین، صدایتان بلند کنین، باشه که به این ترتیب با قرآن غلبه حاصل کنین. یعنی از طریق بدماشی، از طریق قلدری و از طریق لچکی، مثل کمی ملحدین امروزه میکنن، ملحدین افغانی و ایرانی، به خصوص پروفسور پوپنک ما. از این طریق شما میتونین که بر قرآن غلبه حاصل کنین، نه از طریق مقابله با اعجازش، با بلاغتش، با فصاحتش و غیره. پس ای که ما قصه دو تن از بزرگان قریش را، از علمایشان را، از حکمایشان را، از رؤسایشان را براتان ذکر کردیم و اعترافاتشان را، یعنی با وجود از اینکه کافر بودن، بر خلاف خواست قلبی خود اینا مجبور به اعتراف شدن، مبنی بر اینکه قرآن کریم کلام بشر نیست، کلام خداوند است. پس امی قوی ترین دلیل است، بهترین دلیل است، مبنی بر اینکه قرآن کریم کلام خداوند است. بهترین دلیل همون اعتراف دشمن است. بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اینمی قصه ولید ابن مغیره و عتبه ابن ربیعه و اعترافاتشان در سیرت النبی و تاریخ اسلام و روایات صحیح وجود داره. و ملحدین افغانی و ایرانی که میگن ما از سیرت النبی برتون میخوانیم، از سیرت محمد برتون قصه میکنیم، مخصوصا اینمی پروفسور پوپنک ما که میگه ما سیرت النبی برتون میخوانم، اینا در سیرت پیغمبر، در سیرت رسول الله تو آمده، ما برتون از سیرت رسول الله میخوانم. ولی اینها باز با نهایت ذلت و بی‌وجدانی میان این حقایق پت میکنن، این چیزا رو نمیگن. اگر اینا یک کم وجدان داشته باشن، مثل که دیگه تهمت ها رو میکنن و از سیرت این جره میبرن اون جره میبرن، جملات و اخبار و روایات قطع و برید میکنن، بعد به خورد مردم میتن. اینا باید بیان و بگن اگر کم که وجدان داشته باشن چرا ولید ابن مغیره این قسم یک اعتراف کرد در حالی که مشرک بود و مشرک مرد و از دشمنای بسیار سرسخت اسلام هم بود و سخت عالم هم بود، حکیمشان هم بود و در شعر و در هر چیز هم وارد بود. و امی قسم عتبه ابن ربیعه هم به می مقام و منزلت قرار داشت. چرا اینا این قسم اعترافات کردن؟ در حالی که اگر امی دعوت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای مسائل دنیوی می بود، در این صورت باید همون پیشنهادهای عتبه را قبول میکردن که بهترین پیشنهادها بود. پس خود میرسانه که ملحدین به طور عموم و ملحدین افغانی و ایرانی به طور خاص و باز بالاخص اشخاص مثل پروفسور پوپنک بسیار اشخاص دروغگو، مکار، فریبکار و هیلگر هستند که به چشم مردم خاک پاش میتن و حقایق پنهان میکنن و از پیش خود با استناد به روایات ضعیف و دروغین از پیش خود گپای میسازن و به اسلام و نبی اسلام صلی الله علیه وسلم نسبت میتن. حال میاییم به یک دلیل دیگه از ادله اثبات ای که قرآن کریم کلام الهی است و او اخبار قرآن کریم از غیب است، از بعض مسائلی که در آینده واقع شدن و همون قسمی واقع شدن که قرآن کریم خبر داده، 100% به مو شکل واقع شدن. ما در اینجا کلمات از قبیل پیشبینی و پیشگویی را استعمال نمی کنیم، برای از اینکه اینها احتمال ظن و گمان را دارن، احتمال از اینکه واقع شوه یا واقع نشوه، در حالی که قرآن کریم با قاطعیت یک موضوع را گفته و بعد همون قسم واقع شده. این برعکس گفته های فالبین ها و دجالان است که بسیار چیزها را پیشبینی و پیشگویی میکنن ولی در آینده یکی از هزار از همون چیزهایی که گفتن واقعی نمیشه و دروغ میبرایه. و یکی از این موضوعات موضوع دوزخی بودن ابولهب و زنش ام جمیل است که در سوره مبارکه المسد این موضوع ذکر شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. محل استدلال ما در این سوره مبارکه دو آیت اخیرش است که سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، که در اینجا خداوند میگه به صراحت و با قاطعیت که ابو لهب و زنش ام جمیل به زودی در آتش فروزان دوزخ فرو میرن. به هر حال همون قسمی که پیشتر گفتیم، ابو لهب بعد از نزول این سوره مبارکه در سال 4 بعثت
تقریبا 11-12 سال زنده بود و بعد از غزوه مبارکه بدر که در او فتح بزرگ نصیب مسلمان ها شد، 7 روز بعد از غزوه بدر ابولهب مریض شد، در تمام جسمش دمل‌های برآمد که در اثر از او وفات کرد و جسمش کلش بوی گرفت و اولادش نتونستند که به او نزدیک شوند. بعد از گذشت چند روز کسای پیدا شدند و گفتند که امی پدرتان است، بگیرین بشوین و دفنش کنین. اینها از دور سرش او انداختند و سرش سنگ‌هایی را انداختند و به شکل او را دفن کردند. پس اینمی که ابولهب بعد از گذشت 11-12 سال، یعنی در ظرف 11-12 سال که از نازل شدن این سوره گذشت، نتونست که از امی چانس استفاده کنه و مشرکین قریش نتونستن از امی چانس استفاده کنن و یک صحنه سازی کنن و مشرکین قریش برای ابولهب بگن، در حالی که بسیار زیرک و شیطان و مکار هم بودن، از هر فرصتی علیه اسلام استفاده میکردن، میتونستن که برای ابولهب بگن که ابولهب بیا تو در اینجا یک صحنه سازی کو، یک تظاهر به اسلام بکو، از دل مسلمان نشو، مسلمان ها و محمد و مشرکین را و کل مردم را بخوای و همراه از اونا گپ بزن و برشان بگو که او مردم اینا ببینین که من مسلمان میشم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و این را به زبان بگو، از دل نه. در او وقت باز برای مردم بگو که او مردم اینا در سوره المسد محمد میگه که ابولهب و زنش دوزخی است، یعنی این به ایمان است که ما هر دو از این دنیا با کفر از دنیا میریم و اهل دوزخ میشیم. این من ایمان آوردم، من اسلام آوردم و طبق دیگه آیات قرآنی و گفته های خود محمد ما اهل بهشت باید باشم، برای از که کسی که به یکتایی خدا ایمان بیاره، مثل که محمد میگه، و به رسالت او ایمان بیاره، در اون صورت او به بهشت میره. پس این دو گپ با هم تناقض داره. این آیات قرآنی، این سوره مسد با دیگه آیات قرآنی تناقض داره. در توسط سوره المسد مرا دوزخی بودن من محمد ثابت میسازه و توسط آیات دیگه بهشتی بودن من که اینا من مسلمان شده، من و زنم مسلمان شده. این فرصت بسیار طلایی و یک چانس بسیار طلایی برای ابولهب و مشرکین قریش بود که در ظرف 11-12 سال میتونستن این کارا بکنن و به جای از این که زحمات بسیار زیادی را متحمل شوند، تکالیف بسیاری بکشند، مالهای بسیاری را مصرف کنند، تبلیغات و پروپاگاندهای بسیار زیاد بکنند، جنگها و خونریزیهای بسیار زیادی را برا بندازند و مسلمانها را بسیار سرشان ظلم و ستم کنند و تفرقه و اختلاف در بینشان پیدا شود و در اثر جنگ های بسیار خونین خودشان هم متحمل تلفات بسیار سنگین شوند و به مسلمان ها هم بسیار تلفات وارد کنند و در نهایت بعد از زحمات و کوشش های بسیار طولانی شیطانی بالاخره خودشان شکست فاحش بخورند و دینشان و بت‌هایشان از بین بره. به عوض کل از این چیزها اینا میتونستند که در ظرف نیم ساعت و بدون کدام زحمت و بدون کدام تبلیغ و بدون کدام تکلیف میتونستن در ظرف نیم ساعت و حتی 15 دقیقه این دین را ریشه‌کن بسازند با یک تظاهر، با یک صحنه سازی که امی قسم ابولهب امی قسم یک صحنه سازی بکنه و بعد از اینکه این دین مغلوب شد، این دین از بین رفت، بعد از او با کفر خود بر بگرده. برای که اگر این کار ابولهب میکرد، در اون صورت یک نفر در پهلوی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باقی نمیموند و همه از دین میگشتن و میگفتن که اگر این دین درست میبود و دروغ نمیبود، همین سوره المسد دروغ نمیبود. حالا که ابولهب با مسلمان شدنش ثابت ساخته که این دین درست نیست، این سوره درست نیست، دروغ است، پس این دین هم از اساس درست نیست، بیاین که از این دین بگردیم. ولی اینها نتونستن، مشرکین قریش و ابولهب در ظرف 11-12 سال نتونستن این قسم یک صحنه سازی بکنن. چرا نتونستن؟ ما از ملحدین ابله افغانی و ایرانی و از اشخاص ذلیل مثل شفیع عیار، پروفسور پوپنک که قرآن را کلام بشر میدانند و مخلوق میدانند و یکی از این ابله ها گفته بود که محمد با کاکای خود هم دشمنی کرد و علیه از او یک سوره ساخت. از اینا میپرسیم که اگر این سوره و اگر این قرآن کلام بشر می بود، در اون صورت چرا این خبر دادنش در مورد ابولهب و ام جمیل صحیح برآمد و مشرکین و ابولهب و قلدران قریش نتونستن با همه مکاری و همه شیطنت و همه توانایی خود
نتونستن که این قسم یک صحنه سازی کنن و این دین را ریشه‌کن بسازن. با یک صحنه سازی بسیار ساده و یک چند دقیقه را در بر میگیره. وقتی که این کار نتونستن، پس معلوم است که این کلام الهی است، کلام بشر نیست، کلام خالق بشر است. کلام خالق ابولهب و ام جمیل است که میدانست که ابولهب و ام جمیل هرگز مسلمان نمیشن و کلام خالق بشر است که میداند تمام احوال مخلوقات خود را، خرد و بزرگش کلش میداند. بنان برای کسی که عقل داره، منطق داره، همین خودش کافی است، دلیل بسیار قوی است مبنی بر اینکه این کلام الهی است. نه برای ملحدین ابله، مخصوصا ملحدین ابله افغانی و ایرانی که بسیار مکار و فریبکار هستند، به چشم مردم خاک پاش میتن. این حقایق کلش در سیرت و در تاریخ و در روایات صحیح وجود داره، ولی این ملحدین با نهایت مکاری این چیزها را پت میکنن، با چشم مردم خاک پاش میتن و همون قسمی که پیشتر گفتیم با ساختن هزارها دروغ، با استناد به روایات دروغین و مکذوب، اینها علیه اسلام و علیه نبی اسلام صلی الله علیه وسلم تبلیغات میکنن. این یک موضوع. همین قسم آیات زیادی وجود داره در قرآن کریم که قرآن کریم از وقایعی که در آینده واقع میشه خبر داده و بعد از امو وقایع در آینده واقع شده به امو شکل قرآن کریم گفته. از جمله مثلا در 614 میلادی جنگی در بین دو امپراتوری روم و فارس صورت گرفت. فارسی ها آتش پرست و مجوس بودن، مشرک بودن و اهل امپراتوری روم اهل کتاب بودن. اینها امپراتوری روم با مسلمان ها نزدیک بودن از دیدگاه از این که اهل کتاب بودن و مشرکین فارسی یا مجوس اینها با مشرکین مکه نزدیک بودن از دیدگاه عقاید که برای که مشرک بودن. وقتی که این جنگ صورت گرفت در 614 و رومی ها سخت شکست خوردن، به حد شکست خوردن که اثری از اینا تقریبا باقی نماند و به پرتگاه نابودی قرار گرفتن و هیچ نشانه ای هم وجود نداشت که در آینده اینها غالب شوند. در اینجا بودن که مشرکین قریش بسیار خوشحال شدن و با مسلمان ها طعنه میدادن و میگفتن که امو قسم که برادرای فارسی ما، برادرای اهل کتاب رومی شما را مغلوب ساختن، ما هم شما را مغلوب میسازیم و نابود میسازیم. قرآن کریم نازل شد، سوره مبارکه الروم گفت که الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. الف لام میم، رومی ها مغلوب شدن در نزدیکترین منطقه زمین و اینا بعد از چند سال دوباره غالب میشن، در حالی که هیچ اثری از غالب شدن رومی ها دوباره وجود نداشت و همین قسم شد چندین سال بعد رومی ها غالب شدن. و همین قسم آیات دیگر وجود داره که نشان میده، خبر میده از این که فلانی واقع میشه و همون قسم شده و بعد مسلمان ها دیدن که همون واقع شده و کفار هم امور دیدن و بسیاری ها از این ناحیه بعدن مسلمان شدن با دیدن همین حقایق قرآنی. چون این موضوع بسیار طولانی شد، بنابراین ما این را دمیجا ختم میکنیم و این آیات دیگر که در مورد وقایع آینده که قرآن کریم خبر داده و مخصوصا همین جنگ بین فارس و روم را تشریحاتش را میمانیم در بخش دوم و در بخش دوم انشاءالله برای شما تشریح میکنیم. فعلا شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم.